زانتیا یه چیزی در حدود 300 تا 1 میلیارد قیمتش الان که اوایل 1403 هستیم. یه ماشینی که از سال 1380 تا 89 تولید شد. یه چیزای عجیب غریبی داره. ترمز دستیش چرخ جلو رو قفل میکنه، یعنی نمیشه باش دستی کشید. با 3 تا چرخ حرکت میکنه و سیستم تعلیق هیدرونیوماتیک داره که در واقع تنظیم ارتفاع هم به صورت اتوماتیک و هم به صورت دستی داره. می‌خوایم بررسی بکنیم ببینیم که تو این بازه قیمتی و تو این دوره ما آیا ارزش خرید داره یا نه. این ویدیو رو حتما ببینید. متشکرم. سوالی که در مورد ماشین‌های قدیمی مثل زانتیا وجود داره اینه که آیا ارزش خرید دارن یا نه. امروز اومدیم به این سوال جواب بدیم. این ویدیو رو حتما ببینید. زانتیا یکی از ماشینایی بوده که خیلی خاص بوده. فرانسوی‌ها معمولا همشون خاص و عجیب غریبن، اما این ماشین با توجه به اینکه سیستم هیدرونیوماتیک برای تعلیقش داشته، تنظیم ارتفاع دستی و اتوماتیک داشته. اگه قصد خرید زانتیا دارید یا می‌خواید در موردش اطلاعاتی داشته باشید، حتما این ویدیو رو تا آخر ببینید. زانتیاهایی که در ایران به فروش میرفتن همشون دارای موتور 2000 بودن و بعضی 1800 که میشد موتور XU7. ولی خود زانتیا به طور کلی موتور XU10 داشتن، یه ماشین 135 اسب بخاری با رانندگی خیلی خوب و البته سیستم هیدرونیوماتیک که سیستم تعلیقش بود و در واقع یک هندلینگ خیلی عالی رو ازش میگرفتیم. اما در مورد طراحیش، یه ماشینی که انگار نوک‌تیز، خیلی دوست داره هوا رو بشکافه و خیلی آیرودینامیک طراحیش کردن. عقبش یه شیشه بزرگ داره که در واقع لیفت بک هست و شیشه عقب ماشین تا انتهای صندوق کشیده شده و نمیشه گفت که یه ماشین سدانه. خیلی‌ها دوستش داشتن. حالا ماشین شوتیا بوده، قاچاقبرا بوده، یا یه دوره‌ای هم ماشین در واقع پلیس نامحسوس بوده و این خیلی جالبه که ماشین خیلی در واقع رانندگی خوبی داره. با اینکه کلا 135 اسبه، من ماشینای بالای 200 اسب بخار هم آزمایش کردم و ویدیوش توی کانال یوتیوب ما موجوده، اما حس رانندگی این ماشین یه چیز دیگه است و واقعا مردم حق دارن که دوستش داشته باشن. اما خیلی نکته مهمیه که این ماشین در واقع سیستم هیدرونیوماتیکش خیلی حساسه و البته ترمز و فرمونش هم با همین کار میکنن و یک خرابی تو اون سیستم میتونه کلا این ستا رو از کار بندازه. در مورد فنی و اینها در قسمت رانندگی و موتور بیشتر صحبت میکنیم، اما بریم داخل یه نگاهی به داخلش بندازیم. یه ماشینی که سال 89 توقف تولید خورد و دیگه بعد از اون تولید نشد. یه ماشین خیلی قدیمیه. توی اروپا از 2000 به بعد تولید نشد، یعنی 24 ساله که از عمرش میگذره. بنابراین خیلی انتظار نداریم که آپشن و اینها داشته باشه. میخوایم داخلش رو نگاه کنیم ببینیم چه امکاناتی داخلش هست. قبل از اینکه ادامه بدم اینو خدمتتون عرض کنم، مالکین عزیزی که دوست دارن تو تهیه این جور ویدیوها با ماشینشون بنده رو کمک بکنن، به آیدی تلگرام من که این زیر اومده پیام بدن. خیلی ممنونم. یه صفحه کیلومتر ساده داره که در واقع دور موتور و سرعتی که تا 220 ثبت شده و بنزین و آمپر آب توش قرار گرفته. خیلی چیز دیگه‌ای داخلش نیست و قشنگه به نظر من. داشبوردش هم داشبورد قشنگیه. خیلی اون حالت حس و حال در واقع راحتی و اینها رو از توش نمیگیرید، ولی به نظر من داشبوردش داشبورد خوشگلیه. اینجا دکمه AC و فلاشر راهنما و زیر این کاور هم ضبط هست که در واقع مثل 405 و پرشیا که از این کاورها دارن، این هم در واقع این کاور خوشگل رو براش طراحی کردن که به نظر من خیلی قشنگه و خیلی جالبش میکنه. جز اولین ماشینایی بوده که دکمه‌های کنترلی روی فرمون داشته و اینم به نظر من جالبه. دریچه کولراش بزرگن و خیلی باحاله که حالا سمت راننده نکته‌ای داره که اونو جلوتر بهتون میگم. اما اینجا روی سقف ما چراغ سقفی نداریم، خیلی جالبه. و البته اگه آینه رو ببینید پشتش جای سنسور باران هست و جزء اولین ماشینی بوده که سنسور باران هم داشته. چراغ سقفیش اینجا در این قسمت قرار گرفته و در سمت شاگرد هم دقیقاً یه چراغ داریم که حالا به چراغی که جلو هست معمولاً چراغ مپ یا چراغ نقشه خوان میگن. چراغ عقب در واقع بازم عقب ما چراغ سقفی نداریم. برای عقب هم از این عجیب غریبی فرانسویاست دیگه، روی دو قسمت ستون در واقع روی هر دو ستون در قسمت بالاش این چراغ رو قرار دادن که خیلی جای خاص و عجیبیه. هر 4 تا شیشه‌اش به صورت برقی بالا پایین میشه و شیشه سمت راننده به صورت اتو هست که در واقع مثل خیلی از ماشینا معمولا سمت راننده اتو میشه. و در قسمت جلویی این کلیدها ما تنظیم برقی آینه رو داریم. آینه هاش یه مقداری کوچیکه و یه رنگ آبی روی این آینه ها گذاشتن که نمیدونم دلیل رنگ آبی
چیه؟ اگه دریچه کولرش رو ببینید، دریچه کولر سمت راننده 2 قسمتیه، یعنی میتونید یکشو بدید بالا یکشو بدید پایین. خیلی برای من جالب بود. اینجا هم یه جاساز یا محفظه داریم که روی در 2 تا درای در واقع جلو هست، هم سمت راننده و هم سمت شاگرد. زانتیا اولین ماشین ایرانی بود که فکر میکنم از این دکمه‌های کنترلی روی فرمونش داشت. جلوی دست‌دنده یه محفظه‌ای هست برای وسایل گذاشتن که تو زانتیای 3000 اکتیوا این قسمت یه کیبوردی داره که شما باید رمز ورود بزنید که ماشین روشن بشه، یعنی رمز باید بذارید. اینجا هم کلید ایربگا هست و این اهرم هم برای تنظیم ارتفاعی که با بالا کشیدنش میشه ارتفاع رو تنظیم کرد. اینجا هم یه فضای کوچیکی زیر ترمز دستی و 2 تا کلید برای شیشه بالا برای عقب که هم عقبی‌ها هم جلویی‌ها میتونن استفاده کنن، اما عقبم روی درا هم بازون کلید شیشه بالابر رو داره. جنس روی داشبوردش نرمه و واقعا جالبه که در مرور زمان از سال 86 تا حالا هیچ تغییری نکرده و خیلی دچار ایراد و مشکل نشده و این نشون دهنده کیفیت بالایی داخلشه. هم موتورش هم فضای داخلی و بدنش کیفیت خوبی داره کلا این ماشین و تمام حساسیتاش مربوط به هیدرونیوماتیکشه. بریم عقبش رو ببینیم. عقبش بازم مثل حالا خیلی از ماشینای فرانسوی دیگه، فرانسوی خیلی به جا اعتقاد ندارن دیگه. 206 پشتش کوچیکه، این پشتش فضای پاش خوبه ولی سرش گیر میکنه. دقیقا من توی پرشیا و 405 سمند که میشینم که همشون پلتفرم فرانسوی هستن سر گیر میکنه، ولی خب اینجا یک فضای متوسطی داریم که حداقل پا گیر نمیکنه و راحته. اینجا یه جاسیگاری داریم که حالا اینجا توش وسایل ریختن، این دوستمون اهل اینجور داستانا نبوده. یه کلید شیشه بالابر در این قسمت داریم که روی هر 2 تا در است و اینجا یه پاکتی روی رودری برای گذاشتن وسایل تعبیه شده. این قسمت یه کنسولی داریم با یه زیرآرنجی که حالا یه دسترسی به صندوق هم داریم. این غیر کاربردی ترین آپشنیه که حالا تو خیلی از ماشینای ایران خودرو هم هست دیگه، این دسترسی به صندوق عقب، ولی خب این زیرآرنجی رو من خوشم میاد که باز میشه و خیلی هم جالبه. تاقچه عقب رو میبینید و این پرده‌ای که حالا به صورت دستی بالا و پایین میشه یه خوردم چروک شده به مرور زمان، در واقع نباید اینجوری باشه ولی خیلی باحاله و به درد بخوره. اینم آرامبند نداره ولی خب حداقل همین که جمع میشه و ایمنه که سر گیر نکنه و اینها خیلی برای من جالب بود. پشتش خوبه، اوکیه، یعنی صندلیاش هم کلا میشه گفت تا حدی راحت هست، اذیت نداره. بیشتر زانتیا از نظر پرفورمنس ماشین خفنیه تا اینکه خیلی راحت و اینا باشه. اینجا رو ببینید این صندلی‌ها جدا میشن و این دلیلش اینه که شما میتونید صندلی‌ها رو بخوابونید و حالا چون اینجا روکش داشت من این کارو نکردم، ولی میتونید فضای صندوق رو خیلی بزرگ کنید و این خیلی بازم برای من جالبه، مثل 206 و رانا و 207 و خیلی از کراسوورها و اینها. بریم قسمت عقب و صندوقش رو هم یه بررسی بکنیم. من تو چند تا مرجع مختلفی خوندم، عددهای مختلفی من گفتن، 437 و 480 لیتر براش خیلی نوشته شده بود و فکر میکنم که 437 به واقعیت نزدیکتر باشه ولی 480 رو بیشتر تکرار کرده بودن. این قسمت تاقچه‌اش میره بالا با شیشه، به خاطر اینکه شیشه هم با در میره بالا یه مقداری در صندوق سنگینه، ولی خب این باعث میشه که فضای بهتری برای جاگذاری وسایلتون داشته باشید. زاپاسش هم در واقع این زیر قرار گرفته، زاپاس داخل صندوق نیست و زیر سپره که از اونجا میتونید بردارید. و اینم از قسمت صندوق. برف پاک‌کن هم دارن، ماشینای لیفت بک برف پاک‌کن دارن. خیلی من اعتقادی ندارم که داشته باشن، ماشین هاچبک که درگشون خیلی بالاتره باید داشته باشن، ولی احتمالاً خب زانتیا هم درگش در واقع نیروی خلأ پشت ماشینش بالا بوده که براش برف پاک‌کن گذاشتن. از طریق اینجا در صندوقش باز میشه، کاپوتش باز میشه. بریم جلو موتورش رو نگاه کنیم، راجع به موتورش بهتون توضیحات بدم که قسمت اصل داستان اینه و بعدش میریم باهاش دور میزنیم و از حس رانندگی و اینجور ویژگی‌هاش بهتون خواهم گفت. داخلش خیلی باحاله، این منیفولد خیلی خوشگله، روش هم یه آرم سیتروئن زدن که خیلی باحاله برای من. موتور کد XU10، شرکت پژو سیتروئن XU7 داشته، XU9 داشته، XU10 داشته، TU3 داشته، TU5 داشته و اینها که این XU10 با حجم 2000 سی سی و 135 اسب بخار قدرت و 187 نیوتن متر گشت آور. اما این گویا رو ببینید، یه دونه این سمته یه دونه سمت چپه.
یعنی در واقع این گوی‌ها در واقع گوی سیستم تعلیق هستن که یه دونه هم وسط گوی میانی داریم، دوباره 2 تا برای چرخ‌های عقب هستن و یه دونه هم وسطشونه. در مجموع فکر می‌کنم 6 تا گوی داره که حاوی گاز نیتروژن و روغن هیدرولیک هستن که کار تنظیم ارتفاع رو انجام میده که میتونید ماشین رو بالا پایین کنید و همین باعث میشه یه هندلینگ نرم داشته باشید. اما نگهداری این خیلی سخته دیگه. حالا بحث نشتیش، بحث سالم موندن شلنگ ها و اورینگ ها و فرسوده نشدنش خیلی مهمه، چون سیستم ترمز و فرمونش هم به همین وصله و یه نشتی 3 تا رو از کار میندازه، یعنی هم فرمون هم ترمز و هم تعلیق از دستتون میره. بریم بشینیم یه دوری با این ماشین خوش تیپ بزنیم که واقعا حس رانندگیش جز بهترین حسایی بوده که من تجربه کردم. یه ماشین نفسدار جوندار که فقط گوش میکنه که شما کی گاز میدید که حرکت بکنه. برای من خیلی جالبه. من دناپلاس رو توربوی اتوماتیک رو تست کردم و یه ماشینی که 150 اسب قدرتشه، فونیکس افیکس، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 187 یا 190 اسب بخار قدرتشه. ماشینایی که توانشون اسب بخار و گشتاورشون از این بیشتر بوده و ماشینای خیلی بروزتر و جدیدتری بودن، اما حس رانندگی این ماشین خیلی بهتر بود. اینکه ماشین دریچه گازش سیمیه، اینکه بدون هیچ تأخیری گاز میخوره، یه ماشین تنفس طبیعیه، توربوشارژ نیست که تأخیر توربوشارژ رو این داستان‌ها داشته باشیم و اون شکل آیرودینامیکش که خیلی باحاله. به نظر من واقعا یکی از بهترین رانندگی‌ها رو داشته. شتابی که براش اعلام کردن 9.5 ثانیه است و خب نمیشه روی این ماشینا تست شتاب گرفت. حالا نه امکاناتش هست، نه اینکه دیگه از ماشینی که حدود 15-20 سال کار کرده انصاف نیست که بیایم یه چنین تستی بگیریم. سرعتی که براش نوشتن 203 که من فکر می‌کنم خیلی بیشتر از اینا میره و مصرف ترکیبیش هم گفتن حدود 9 لیتره توی هر 100 کیلومتر که به نظرم با این وضعیتی که این ماشین داره با این رانندگیش مصرف پایینیه و با توجه به اینکه 1300 کیلو هم وزن ماشینه مصرفش به نظرم خوبه. باکش 65 لیتره که یعنی شما میتونید یه بار که بنزین زدید حالا با مصرف 109 حدود 720 کیلومتر راه برید که خب باک 65 به نظرم بزرگه و 720 خیلی خوبه و میتونید خیلی کمتر دیگه نیاز نیست خیلی زیاد وایسید تو پمپ بنزین و اینها. ماشین هندلینگ فوق العاده خوبی داره، یعنی خیلی راحت و با اطمینان پیچ ها رو میپیچید، نگران نمیدونم سر خوردن و چپ شدن و اینها نیستید. تو زانتیا 3000 های اکتیوا که توی ایران تولید نشد هرگز، ما یه سیستم آنتی رول بار اکتیو داریم که به صورت فعال سر پیچ ها در واقع شما رو باز یه تغییراتی میده که حالا تعادلتون خیلی بهتر بشه. ببین اون زانتیای چی بوده، یعنی زانتیای ایران فکر کنم این داستان رو نداره و حالا من زیرش نرفتم خیلی بررسی کنم، ولی اکتیوا اصلا به خاطر همین سیستم اکتیوش بوده که اسمشو گذاشتن اکتیوا، همون زانتیایی که شما باید پاسپورت بزنید که واردش بشید که در واقع زانتیاهای V6 3000 هستن. در مورد ترمز و ایناش اگه بخوام بگم 4 چرخ دیسکیه و خب حالا همه میگن ایمنی زانتیا خوب نیست و اینا، ترمز معمولی داره، 4 چرخ دیسکیه و ABS داره، سریایی بدون ABSش هم هست. 2 تا ایربگ هم جلو داره. این از نظر ایمنیش، یعنی کلا از نظر ایمنی زیاد چیزی برای گفتن وجود نداره. در مورد دیدش، دید جلوتون خوبه، بغلاتون اوکیه، ستونا اصلا کلفت نیست، شیشه عقب خیلی کوچیک نیست ولی آینه هاتون کوچیکه. آینه ها رو میتونستن خیلی، آینه های جانبی رو خیلی بزرگتر طراحی بکنن که بشه دید خیلی بهتر و قشنگتری داشت. یه نکته خیلی باحالی که توی رانندگی با این ماشین بود، تمام دنده هاش لذت بخشه، تمام دنده هاش به شما یک کشش و شتاب خوبی از موتور رو میده و شما تو 120 تا اصلا احساس نمی کنید که دیگه آخرای کاره و همچنان ادامه داره و هرچی گاز میدی انگار تو بهترین جای دنده سه ای، چون میدونید که خیلی دنده سه خیلی جای باحالیه تو اکثر ماشین ها و انگار توی دوره موتور خیلی خوبی همیشه داری میری، یعنی خیلی کشش عالی داری و یه ماشین دف جلوی 5 سرعت دستی که میتونید ازش خیلی لذت ببرید. به علاوه که حالا اگه خواستید جای ناهموار و اینا برید خیلی راحت ارتفاع رو کمی میبرید بالاتر که جایی گیر نکنه، خواستید تو اتوبان برید ارتفاع رو میارید پایین‌تر. این خیلی قابلیت خوبیه، واقعا به نظر من ارزش هزینه کردن رو داره. اونایی که ماشین رو داشتن میدونن که چه ماشین خفنیه، ولی خب
تنها عیبش و عیب بزرگش این میتونه باشه که سیستم هیدرونیوماتیکش نیاز به نگهداری داره و در صورت خرابی شما باید اینو تعویض بکنید و خرید مثلا لوازمی مثل اون گوی‌ها اگه اصلی بخوان باشن خیلی هزینه‌های بالایی داره و اگه بخواید لوازمای جنس با کیفیت پایین استفاده بکنید ممکنه تون خراب بشه و مرتب شما رو به دردسر بندازه و همین هزینه‌های بالا برای نگهداریش باعث شده خیلی از خریدش منصرف بشن. در مورد موتور حساسیت‌های موتورهای XU7 رو نداره که حالا بحث آمپر و دمای آب و واشر زدن این داستانا رو نداره. موتور گیربکسش واقعا خوبه و این چیزاییه که من اطلاعاتی که از طریق حالا خیلی از مالکین و تعمیرکارهای در واقع زانتیا به دست آوردم که در واقع تا حدود زیادی موثق هست و میشه بهش اعتماد کرد. یه مشکل دیگه هم این بود که در واقع اگه هیدرونیوماتیک شما خراب بشه فرمونتون هم صفر میشه و ترمزتون هم از کار میفته، چون همشون روغن هیدرولیکشون از یه جا میاد و این واقعا پیچیدگی سیستم رو میرسونه، ولی خب نیاز به نگهداری داره قطعا. رقبای این ماشین در دوران خودش حالا آوانتا و 323 بودن. 323 و زانتیا دیگه کم کم رفتن کنار، ولی آوانتا هنوز به خوبی بازار داره و الان از دست دومای این ماشینا گرونتره، در حالی که اون موقع برعکس بوده. امیدوارم لذت برده باشید. ممنونم از دوست خوبم از سمنان آقا مجتبی و برادرش محمد حسین که خیلی همکاری کردن که این ویدیو رو تهیه بکنیم و ممنون از شما که تا اینجا تماشا کردید. شما هم نظرتون رو بگید و اگه دوست داشتید این کانال رو حتما سابسکرایب کنید. خیلی ممنونم.